بازی نیمه اول چطور بود؟ با اینکه یکی عقب افتادیم ولی دوتا گل تونستیم بزنیم و فعلا 2-1 جلوی. خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم به شما و تمام بینندگان برنامه خوب شما و همشهریای خوبم. خیلی خوشحالم که بازم به هر حال دعوت مالک باشگاه و حتی وظیفه بنده بود خواستم. من فکر میکنم این بازی توی شهر خودشون باشه، حالا به دلایل اینجا بود و تونستم بیام هم دوستان رو ببینم هم همشهریای خودمون رو ببینیم. خیلی خوشحالم. بازی شروع بازی خب به مراتب همیشه این تغییر آب و هوا برای بازیکن‌ها طبیعی بوده و من فکر کنم اون تیم تو شروع بازی تونست تو ضربات شروع مجدد به گل برسه و اون پنالتی هم که حالا دیدیم به نسبت تشخیص داوره، ولی خب توی این جور شرایط بازی ها ضربات ایستگاهی یا کورنر یا به هر حال اینا خیلی تاثیر داره. هوام امروز نسبت به دیروز یکم هوا گرمتر بود، به خصوص شروع بازی. الان هوا باد اومده بهتره و بچه‌ها یکم ریلکس‌تر شدن و این تیم، من تو بازی قبلم به شما گفتم مهم اینه که یک تیم اون شخصیت بردن رو داشته باشه. من واقعا وقتی بچه ها اومدن اون نظم خاص، اون دیسیپلین، حتی رو نیمکت وقت بچه ها اون دیسیپلین دارن خودش 3 امتیاز بازیه. بقیهش دیگه تو زمین و اتفاقات بازی توی جریان. و شما رفته رفته دیدین که تیم داماش به اون شکل واقعی رسید و تونست به گل برسه. میتونست گل‌های بیشتر هم بزنه و قطعا در ادامه راه اگر اتفاق پیش نیاد باز هم میتونه به گل برسه. پیش بینی شما برای نیمه دوم چیه و ضعف‌هایی که دیدید مربیون باید برای نیمه دوم چه استراتژی داشته باشه تا بتونیم همین روند ادامه بدیم یا گل‌های بیشتری بزنیم؟ خب ببینید، به هر حال این که حالا ما نظر خودمون رو ما از بالا داریم میبینیم، خب به مراتب بهتر میبینیم، ولی اون چیزی که سرمربی محترم آقای بیشکایی عزیز با بازیکناش کار کرده، شناختی که داره و برای بازی به بازی بازیکناش ارزیابی داره، من به نظر من حالا تیم ما که خدا رو شکر مشکل اونچنانی نداره، اون تیم اونقدر نمیتونه اینا رو به آزار بده، ولی نباید خطای بیموردی توی 1/3 دفاعی 2/3 میانی خودمون انجام بدن. شما دیدین 2 تا خطای بیمورد، کورنر بیمورد کردن و اونا میخوان هدفشون اینه که تو شور مجدد به گل برسن، ولی توی بازی پای پا به خط دفاعی ما نمیتونن بچربن. ولی نقاط ضعف اونا زیاده. من فکر کنم به طب قطعا آقای بیشکایی به این واقف هست. اونا توی دفاع چپ و راستش خیلی خطا میدن، خیلی کندن و یه گل دوم هم شما دیدین بازیکن جوون ما خیلی خوب تونست پا عوض کنه، بازیکن رد بشه و به حقا پنارت بود و باز همه اتفاق بیفته خوبه. یعنی تو اصطلاح فوتبالی به عمق برن، نشد به عرض، از عرض به عمق، که گلی که یعنی هر وقت مرگان صاحب توپ شد عمق تیم حریف رو نشونه گرفت، چه ما یه دونه اینجوری به گل رسیدیم، 2 تا هم موقعیت خطر شد. به نظر من باید یا نفوذ و از جناحین 2 تا جناحین انجام بدن، اگر بمب خوردن برن جناحین، به جناحین به وسط مرکز زمین به عمق به آبسالان توپ برسه. ضمن که کاپیتان تیمم انصافا نقش خوبی داره، پاسای خوبی میده، ولی یک چیزی که اینجا مشاهده میکردیم، شخصیت داماش برای بردن مشخصه. فقط نباید تمرکزشون از بین بره، که حالا شما ببینید همین اتفاقی که الان افتاد برای اونا فرق نمیکنه، ولی اینه که اگه یه بازیکن ما کارت بگیره ممکنه 2 اخطاره بشه، ممکنه 3 اخطاره بشه، ممکنه به هر حال به مشکل بخورن. به خاطر همین نباید تو بعضی از این اتفاقات تمرکزشون به هم بریزه، بخوان به هر حال داور سود داده، خطا به نفع اینا بوده و به نظر بنده هم خطا بود. حالا اونا باید شروع بازی، بچه ما نباید توی این اختلافاتشون توی بارها نیمکت اونا با داور دخالت کنه که خدا نکرده تیم به مشکل بخوره. الان تیم داره خوب بازی میکنه، تیم داره تو آرامشه و باید حفظ کنن تمرکزشون رو تا بتونن به گل‌های بیشتری برسن، زمینی که به هر حال ضد حمله و شروع مجدد بازیشون خطرناکه، باید مواظب اونم باشه. آقای درصد اسماعیل زاهد بیشکایی هم تیمی سابقتون بود توی اصطلاح رش و ریشه همین تیم. تمام رده‌های مربیگری از پایه رو پشت سر گذاشت، تو بزرگسالان، لیگ گیلان و تیم‌های محلاتی رفت تا بالاخره به این تیم رسید.
این روند رو چطور میبینی و چه توصیه‌ای دارید برای مربیایی که تازه شروع کردن ولی همیشه انتظار دارن یهو یه تیم بزرگ بگیرن برای سرمربیگری؟ خب ببینید این یه اتفاق خیلی خوبیه. اولا خیلی متشکرم از مالک و به هر حال عزیزانی که تصمیم گرفتن که آقای ویشکایی بیاد به تیم خودش. به هر حال از پتانسیل همین باشگاه است، از موجودی خودمونه. این خیلی خوبه. به بنده هم به هر حال یکی از کسایی که از من خواستن بیان، خب ایشون هم به هر حال همبازی من بوده. من وظیفه‌مه به عنوان مسئول کانون مربیان به همه تیم‌ها بخوان، حتی خودم هم پیام دادم دوست دارم به هر حال برن ببینن. ما فقط میخوایم کمک کنیم، همینجوری داریم به داماش کمک میکنیم، به سپیدم به یک نوعی دوست داریم بهشون کمک کنیم. من به نظر من همه مربی‌ها باید همین سه مراتب رو طی کنن. اول باید تیم‌های پایه، بعد برن تیم‌های استان، بعد بیان کم کم پله‌ها رو ترقی رو تو فضای بازی، فضای لیگ‌های سه، لیگ‌های استانی رو ببینن، جو زمین رو کم کم ببینن، بعد اون وقت میتونن موفق باشن. ولی اگه یک باره بخوان یه تیم بگیرن، هم خود اون تیم ممکنه نابود بشه، هم خود مربی. و این اتفاقا شما تو سطح بالا دیدین، خیلی از مربی ما این اتفاق برشون افتاد. ممنونم آقای دارستاده از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید و اگه موضوع دیگه از صحبتی با هواداران هست ما در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم، من ممنون از شما و از این هواداران میخوام مثل همیشه حامی تیم باشن و حمایت کنن. فقط تیم. ببینید یه واقعیت تو فوتباله، من بهزاد دایستاده میرم، شما از میری، مالک میره، اون چیزی که میماند طرفدارا و تیمه. و خواهشی که دارم همینو حفظ کنن. بالاخره هممون جابجایی این هست، ولی این چی که میمونه داماش هست و با طرفدارانش باید همیشه حمایت کنن. و الان خوبه، ما الان روزای خوشمون رو داریم، خدای نکرده ممکن تو مرحله بعد به مشکل بخوریم، باید هم حمایت کنیم. و این حمایت ما باعث میشه که بچه‌ها دلگرم باشن، یه موج مثبتی به زمین برسه. مثل الان یکی عقب بودن ولی انگار اینا دوتا گل جلو بودن. این خوبه. ممنونم آقای دارستاده، مرسی از اینکه وقت رو در اختیار ما گذاشتید. ممنون.